سلام، صدای بارون رو میشنویم. امروز 7 مهر پاییز 1403 محمود آباد. این صدای بارون و هوای محمود آباد رو خواستم با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و حس خوبی بهتون دست بده. این زل جنوب ساختمونیه که ما سکونت داریم. در افق رشته کوههای البرز به هیچ وجه دیده نمیشه. گاهی اوقات اگه هوا خوب باشه میشه کوه دماوندم از اینجا دید، اما امروز هوا مه‌آلود، ابری، بارون همراه با باده. این رودخونه ایه که پایین دست ساختمونه. اینم درخت موزیه که ما تو حیاتمون داریم. بارم داده، نمیدونم میتونه باری رو که داده رو تو فیلم ببینید یا نه. یه قسمتی هستش که موزا زیر برگا قایم شدن. الان فکر کنم یه چیزی دیده میشه، نمیدونم، ولی به هر صورت این رودخونه، این حیات، امیدوارم به لذت ببریم.